پروردگارا از عذاب قبر پناه می‌خواهیم، از عذاب قیامت پناه می‌خواهیم، از آتش جهنم پناه می‌خواهیم، از دجالان امروز پناه می‌بریم، به تو پناه می‌بریم. به داد و ما برس پروردگارا، ما را ببخش. پروردگار ما را در دنیا خیر نصیب بگردان، ما را در آخرت خیر نصیب بگردان، ما را از آتش جهنم نگهدار. پروردگار از کبر و غرور ما را نگهدار، از مداهنت ضعیف الایمان ما را نگهدار. الهی ما را از علمی که به نفع ما نیست نگهدار، به تو پناه میبریم. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. پروردگارا رب العالمین، بیشتر از 40 روز که ما گناهکاران روسیا در این مسجد در خدمت عهد و پیمان تو بودیم که قرآن کریم است، این داشته های ناقص و ناتمام ما را بر رحمتت کامل منظور بگردان. این داشته های ناقص و ناتمام ما را بر رحمت و کرم و فیضت منظور بگردان. پروردگارا خودت گفته ای یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بنده هایی که ظالم هستی، بنده هایی که به نفس خود ستم کرده ای، سرانجام گفتی که لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشد. از این اساس ما اگرچند میدانیم از فرق سر تا ناخون پا غرق گناهیم، مگر خود گفته ای که ناامید نشوید. این دستان ظالمانه ما را، دستان مجرمان ما را خالی بر روی ما بر نگردان. پروردگار در حدیث مسلم به ما روان کردی، از پروردگار بالا عذر را کسی دوست ندارد. از این رو کتاب و پیامبر روان کرده تا مجرمان عذریه کنند. پروردگار ما امروز قرآن و حدیث در اختیار ماست، ما خود ما همه گناهکارانیم. خودت گفتی که از من عذریه بخواهید. ما همه روسیا و گناهکار به یک صدا میگوییم که پروردگار عذر ما را پذیرا شو. پروردگار تو صادق هستی، همچو بنده ها نیستی. از بنده معذرت بخواهیم به زودی راضی نمی شود، مگر خودت پیشنهاد کردی. ما معذرت بخواهیم، گناه ما را ببخش، گناه ما را ببخش، عذر ما را بپذیر. روسیاییم، اگر ما را نبخشی دروازه دیگر نداریم جز دروازه تو. هیچ دروازه بروی ما باز نیست، همه مانند ما نیازمندن. الله الصمد، یگانه ذاتی که از همه بی نیاز، همه به او نیازمندن تویی. ما نیازمندان را ببخش، ما نیازمندان را ببخش. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگارا ما به نفسهای خود ما ظلم کرده ایم، اگر تو ما را نبخشی رحم نکنی ما تباه و برباد میشویم. پروردگارا ما را ببخش، پروردگارا ما را ببخش. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. پروردگار ما را در دنیا خیر نصیب بگردان، ما را در آخرت خیر نصیب بگردان.
ما را از آتش جهنم نگهدار. پروردگار تاب و مقاومت نخی گوگرد را نداریم، چی جایی رسد که با آتش جهنم سوزیم. به رحمت و کرمت ما را نگه دار، به رحمت و کرم خواهران ما را نگه دار، مادران ما را نگه دار، برادران ما را نگه دار، امت اسلامی را نگه دار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. پروردگارا ما را ببخش، بر گناه ما پرده انداز. پروردگارا ما را بر دشمنان نصرت بفرما. پروردگارا رحم بفرما. پروردگارا کافران را شکست نابود بگردان. اللهم انا نسألك فعل الخیرات. پروردگار از تو کار خیر می طلبیم، از ما کار خیر بگیر. و ترک المنکرات. پروردگار ما را به گناه توفیق مده. و ترک المنکرات و حب المساکین. پروردگارا دوستی مسکینان را در دل ما بینداز، دوستی یتیمان را در دل ما بینداز، دوستی معلول و بیوه و یتیم را به دل ما بینداز. پروردگار از کبر و غرور ما را نگه دار، از مداهنت ضعیف الایمان ما را نگه دار. پروردگار و اذا اردت فتنة فی قوم توفنا غیر مفتون. انگام قومی را عذاب میدادی، ما را عذاب مده. اللهم انا نسألك حبک. پروردگار دوستی خودت را از تو می طلبیم، دوستی خودت را از تو می طلبیم. و حب من یحب. آنانی را که دوست داری ما با ما دوست بگردان. و حب عمل یقربنا الیک. اعمالی که ما را به تو نزدیک می سازد توفیق بفرما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. پروردگار دلهای ما را از نفاق پاک بگردان. پروردگارا دلهای ما را از دوگانگی، زبان ما یک چیز میگوید، قلب ما دیگر چیز میگوید. این نشان ایمان نبود. امت در این بحران تباه شدن، امت در بدن شد. پروردگارا در حدیث گفتی آیت المنافقی ثلاث. این نشانه ها از مؤمنان نبود. امروز مؤمنان نشان منافق دارند. پروردگار ما را از این مشکل پاک بگردان. و السننا من الکذب. پروردگار زبانهای ما را از دروغ پاک بگردان. امت در بحر دروغ غرقند، امت در مصیبت دروغ تباه شدند. همه دروغ را مشروع می دانند. بازار دروغ چنان گرم شده و براستی جای نمانده. پروردگار زبانهای ما را از دروغ نگه دار. و اعیننا من الخیانه. چشمان ما را از خیانت نگه دار. پروردگار چشمان امت مسلمه گهی به عزت زنان، گهی به عزت کودکان، گهی به عزت مسلمان، گهی به عزت مال، گهی به عزت جان اصابت میکنند. چشم امت اما خائن شده است. این چشمان را امین بگردان. اگر زنان و مردانی که حاضر به دعااند چشمانشان خیانت کرده باشد، پروردگارا در این ماه با برکت
ببخشا پروردگار. بازار چشم چرانی در 45 سال عزت افغانان را لگدمال کرد، عفت خواهران را، آبروی خواهران را لکه‌دار کرد. الهی از این خیانت ما را نگه دار. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب. پروردگارا از علمی که به نفع ما نیست به تو پناه میبریم. امت را علمی بیفایده فرا گرفته است، امت را مصروفیت و علمی بیفایده تباه کرده. الهی ما را از علمی که به نفع ما نیست نگهدار، به تو پناه میبریم. پروردگارا دلها بسان سنگ سخت شده است، ما را از قلبهای سخت نگه دار، از قلبهای سخت نگه دار. پروردگارا نفس ها سیر نمی شود، اگر خرمنی از طلا را بگیرند دنبال خرمنی دومی اند، هیچ قناعت نمی آید. از همچون نفس ما را نگه دار. پروردگارا شرایط پذیرش دعا در ما نیست، هزاران جای دعا می کنیم، دعای ما قبول نمی شود. از همچو دعا ما را نگه دار. الهی دست مردان و زنانی که همین اکنون با اشک روان به درگاه تو بلندند، الهی اگر با علم تو از سینه ها خبر داری، این اشک ها روی ترس تو باشد، با وسیله این قطرات اشک مرد و زن دعای ما را رد مفرما. عزیزانم 45 سال افغان ها در میان آتش نفت و گاز سوختند. 25,000 انسان در هرات یک روز جام شهادت نوشیدند. 1.5 میلیون در 14 سال شهید شدند، باقی در 20 سال به شهادت رسیدند. از برکت خونشان ما در ساحه امن زندگی داریم. الهی ما را خائنان ملت وطن شهدا نگردان. امروز بسان افغان ها چند ماه می شود در کنار مصیبت های 70 ساله ملت غزه، ملت فلسطین، کودکان معصوم، زنان بیگناه، مردان سال خورده، مجاهدان دلیر به جرم ایمان، به جرم محبت تو، به جرم محبت قرآن تو روزانه به شهادت میرسند. پروردگارا این ظالم خطرناک را محو و نابود بگردان. توسط باد، توسط پرنده ها، توسط زلزله ها این ظالمان خوناشام را بیشتر از این فرصت بده. باور به خداوند کنین. به واتساپم کسی روان کرده بود زنی را، صدا میزد که یا ربی، ای پروردگار من، کودکانم در خانه بودن، من دنبال آرد رفتم مواد غذایی، تا هنگام برگشتم همه جام شهادت دوشیدن. آفرین به صبر و حوصله‌اش، هیچ کسی را ملامت نکرد، هیچ مجاهدی را ملامت نکرد. اگر شهید می شوند الحمدلله می گویند،
اگر خانه ها ویران می شود الحمدلله می گویند، اگر زخمی می شود الحمدلله می گویند. الهی به اخلاص آنها وسیله می کنیم با درک و سوزشان مشکل عالم را مخصوصا غزه را به قدرتت حل بگردان. پروردگارا آسیای میانه هنوز از دید رسانه پنهان است. زنان، کودکان، مسلمانان در زندانها گهی شکنجه می شوند، گهی عزتشان دیزانده می شود، گهی عفتشان لگدمال می شود. به داد آنها برس، از ما چیزی نمی آید. راز دعا نیایش را به تو تقدیم می کنیم. الهی مانند مرغانی که ابرهه را تباه کرد، و اینها مرغانی را بفرست تباه و برباد کند تا امت اسلامی در ساحه امن زندگی کنند. در باقی کشوران نیز همچنان است. عزیزان دل، از این رو این روز را فرصت غنیمت می شماریم. یک طرف رمضان است، یک طرف داخل مسجد است، یک طرف جمع بزرگی زنان و مردان با هم دعا می کنند. اگر از میان صدای یکی را پذیرفته شود، از دیگران را رد نمی شود. پروردگارا خواست ما را منظور بگردان، خواست ما را منظور بگردان، خواست ما را منظور بگردان، خواست ما را منظور بگردان. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة مسیح الدجال. پروردگارا از عذاب قبر پناه می‌خواهیم، از عذاب قیامت پناه می‌خواهیم، از آتش جهنم پناه می‌خواهیم، از دجالان امروز پناه می‌بریم، به تو پناه می‌بریم. به داد ما برس. پروردگارا آهسته بگویم هم میشنوی، بالا بگویم هم میشنوی. آهسته میگویم به داد ما برس، آهسته میگویم به داد ما برس. پروردگارا به فریاد ما برس. پروردگارا دوستان عزیز از کشورهای خارج، از 4 زون افغانستان، از آدرس مرد و زن، از آدرس علمای عزیز، از آدرس مدرسه داران، از آدرس دارالحفاظ، از آدرس های گوناگون پیام کتبی و واتسپی و مستقیم غیر مستقیم رسیده است. همه یکسره از شما آرمان دعا کرده اند. سوگند به پروردگار هر خط و پیامی را میبینم، پیش وجدانم شرمنده ام که عبدالقاهر گناهکار مردم به تو حسن گمان دارند. مگر خود روسیایی، مگر خود مجرمی، مگر مقصری؟ پروردگار اول گناه خودم را ببخش، پس از آن کسای خواهر و خانواده بیمار داشتند، کسای اولاد ندارند، کسای قرض دارند. پروردگارا مشکل این امت را حل بگردان. از خانواده خودم، خانم و بیبیاجیم که یک عمر در خدمت شما طلاب از هر لحاظ بوده است، یعنی از لحاظ معنویت، از لحاظ کمک، دعا کنید شفای عاجل نصیبش بگرداند، شفای عاجل نصیبش بگرداند. خانواده های ما خیش و تبار خیاشمه خشوع و سربراها درخواست دعا کردند. فرزند ندارند، فرزند صالح نصیبشان، پسر صالح نصیبشان بگرداند. کاکا خسر و ماما خسر، برادرها بیادرزاده ها، خاله عمه همه دعا خواستند. الله متعال مشکلشان به حل بگردان، محتاج بنده نگردان. زن و مرد ما را، محله ما را، همسایه های ما را، همه را در امان خود نگهدار. عزیزان دل، 2.5 دهه مخلصان ان در خدمت مدرسه داری با شما بودند. شما یک پس شب 4 بوجی برنج پخته میکردین، حتما مخلصی هست که به شما میدادن. اینا 2.5 دهه با ما بودن.
در هر گوشه افغانستان و بیرون از افغانستان آرمان دعا کرده اند. الله با تمام اعضای خانوادهشان در دو دنیا سرافراز داشته باشد و این مراکز من و شما را، مدارس من و شما را، همه را تا قرب قیامت دائمی نصرت و یاری بفرماید. علمای عزیز، مشایخ درس، خطیبان امت، مؤذنان و امامان نیز در اینجا قدم رنجه فرموده اند. حتی از فاریاب ولایات دیگر پروردگارا مشکلاتشان را حل در دو دنیا سرفراز بگردان. کاکای ما هم پارچه دادن، چشمکشان بیناییش مشکل دارد. پروردگارا تو خود ذات توانا و بی مثل استی، آنچه دیگران عاجزند تو توانا. دیدی چشمشان را برگردان، مشکل همه را، آنانی که بیماری دارند صحتیابی نصیبشان بگردان. الهی پدران و مادران و ما را، بیبی و بابا، خشوع و خسر، استاد، شاگرد، رفیق، همه ای که مرده اند به عشق برین نصیبشان بگردان. الهی ما در کنار ما به حیث بازوی خدمت، به حیث مرد آگاه و دبیر عثمانی را داشتیم، مگر الله در جوانی از ما گرفت. رب العالمین به عشق برین نصیبش بگردان. فرزندان و خانمش را خادم دین و اندیشه های اون بگردان. پروردگارا ذریه اولادای من و شما را عالم، عامل، معلم، ذریه طیبه بگردان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. پروردگارا از زن و فرزند ما ذریه پاکیزه یخی چشم ما بگردان، پیروی دین بگردان، عزتمندی و شرف نصیبشان بگردان. عزیزان دل، شما علما و طلابی که از 4 زون اینجا بودین، من از شما آرمان دارم، مگر یک خواهش دارم. ای مولانا بی وفا نشوی. من از تو آرمان دعا دارم، هم در زندگیم هم پس از مرگم. نور برزخم را از شما آرمان فروزان شدن دارم. خدای نکرده بی وفا نشوی، مرا فراموش نکنی. من به خاطر آرمان بزرگ با شما بودم. در هر گوشه‌ای که شاگردان ما اند، علمای و عمل با وفا بگرداند. مسئولان نظام را، ثروتمندان را، مخلصان را الهی تا قرب قیامت خادم دین وطن بگردان. خادم دین وطن بگردان. امت مختلفه را اتحاد نصیب بگردان. نسل جوان افغان ها کارکشتگان ما در کشورهای بیرون خسته و مهاجر آواره اند. پروردگارا عزتمندانه، شرافتمندانه با تأمین مال جانشان به وطن بازگردان، به وطن بازگردان، به وطن بازگردان. خصوصا دوستها از صفحه مجازی بارها دعا خواستند. الله مشکل همه را برطرف، سعادتمندی و دینداری نصیبشان بگردان. سعادتمندی و دینداری نصیبشان بگردان. 17 مسجد در اطراف این مسجد شاگردان تفسیر را جا دادند، برایشان تموین اعاشه کردند، محبت کردند، اخلاص کردند. پروردگار اهالی این 17 مسجد را، امام وکیل گذر را در دو دنیا سرافراز داشته باش، در دو دنیا سرافراز داشته باش، تا این فرهنگ دائم نهادی نشود که هنگام درس قرآن همه و افتخار تمام شاگردان را جا دهند. جناب شیخ محمد ادریس رحمت الله علیه هنگام دعای اخیر می گفت شما که رخصت می شوید موی سفیدا می آیند گریان می کنند، می گویند که جناب شیخ ما صدقات ما را پس از این به کی ها دهیم؟ بعد می گوید که من می گویم که شاگردان باز می آیند با امید آن روز که اهالی ها مردم محله گریان کنند شاگردان تفسیر رفت ما چه کار کنیم؟ چنان محبت قرآن به دل مرد و زن بی انداز که پروردگارا این حس به وجودشان آید. خواهران و مادرانی که به تعمیر جدید همین اکنون نشسته‌اند
به خاطر آرمانی، به خاطر حل مشکلی آمده اند. کسی بیمار، کسی اولاد ندارد، کسی بندی دارد، کسی اقتصاد ندارد، کسی مشکل دارد، کسی قرضدار است. پروردگارا همه مشکلات مردان و زنان را حل بگردان. الهی خواهران و مادران ما را به عزت و به آبرو نگردان. خواهران و مادران ما را به عزت و به آبرو نگردان. خواهران و مادران ما را به عزت و به آبرو نگردان. الهی محبان قرآن را قرآن گفت فوقاهم عذاب السموم، آنانی به قرآن خادم بودند پروردگار از عذاب سوزان نگه داشت. الهی ما را نیز از عذاب سوزان نگه دار، ما را نیز از عذاب سوزان نگه دار. الهی نظام واقعا مقتدر خودکفا تا قرب قیامت به ما نگه دار. مشکلات کمبودی های فعلی را برطرف بگردان تا قرب قیامت مقتدر خودکفا مجری برنامه های قرآن بگردان. پروردگارا رهبران مشایخ بزرگوار را در حفظ امان خود نگه دار. بازماندگان ما را حس دفاع از دین و خدمت به دین نصیب بگردان. الهی تمام ذریه حاضرین ده غایبین ده از عذاب قبر و قیامت نگه دار. در پایان از شفاعت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم به نصیب نگردان. من همیش گفتم، یک بار دیگر میگویم، بهراسیم از آن روز که اگر در قیامت همه ما را جواب دهند، خدمت پیامبر پیش شویم، شفاعت خدای نکرده بگوید تو امت خطا، تو به دنیا چی کردی؟ به سنت من چی کردی؟ به قرآن من چی کردی که من از تو شفاعت کنم؟ خداوند چنین روز را بالای ما نیاورد. پروردگار چنین روز را به ما نیاورد که آنجا پیامبر از ما روی گردان شود، خشم خدا فضا را فرا گرفته باشد، شفاعت بر روی ما بسته باشد، آنجا تباهی و مفلسی است. الله ما را تباه و مفلس نگردان. باقی عمر ما را در راه دین مصرف بگردان. خاتمه ما را به ایمان. اللهم اختم عواقبنا بالایمان والامان یا راحم العاصین فی الدنیا والآخره. آخرین لحظات زندگی ما را باور و تصدیق به این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بگردان. پروردگارا این باقی مانده ساختمان مدرسه ما را تصدیق به این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بگردان. پروردگارا این باقی مانده ساختمان مدرسه ما را مکمل فعال ما تسلیم بگردان. همه مدارس، همه مراکز دعوت را ثابت و قائم نگه دار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا.